دوستان عزیز را درود. در این جلسه ما میپردازیم به ریویوی بعضی از درسایی که از اول جاوا اسکریپت تا به حال را ما خواندیم. خب در روزهای اول ما راجع به وریبل حرف زدیم. وریبل همون کانتینری بود که ولی ها را درش ذخیره میکردیم و از به اصطلاح کامپیوتر ساینس همین وریبل آدرس یک جایی در مموری کامپیوتر است که درش ما ولیوها یا دیتا های خود ذخیره میکنیم. با چند طریق میتونستیم که همین وریبل در جاوا اسکریپت معرفی بکنیم با استفاده از let، var و constant. میتونستیم که ما همین وریبل های خود معرفی بکنیم و وقتی که میخوایم که دیسپلی بدیم برشون اینا را به این شکل console.log میکنیم اکس استودنت و نیم ما شما دیسپلی میدیم و پس از او میتونستیم که اینا را اپدیتش بکنیم. مثلا لاست نیم اگر که قبلا حمید بوده مثلا اینجا ما میذاریم محمود، اگر که نامش مثلا احمد بوده ما در اینجا گذاشتیم ایره به جلال چینجش کردیم. ایز استودنت مثلا آیا استودنت بوده ترو گذاشته میشه ولی اینجا ایره اپدیت کردیم به فالس. خب چند چیزایی هست که باید در این رابطه بگوییم. اگر که شما وریبل را با توسط let و var معرفی میکنین در قسمت اپدیت کردن ولیوش شما کدام مشکلی نمیخورین، ولی اگر میایین وریبلی که توسط const معرفی شده نمیتونید که ولیوش چینج بکنید. یعنی اگر شما میایین اینجا نیم از احمد چینج میکنید به جلال در اینجا با مشکل میخوره به زمانی که ایره console.log. این بود از قسمت وریبل هایی که شما دارید. اگر میخواین که یک بار ببینیم چک میکنیم در اینجا inspect element میزنیم، بعد از او در قسمت کانسول میریم و در کانسول شما میبینیم که بعضی چیزایی وجود x value is 10 is student true what is name احمد حمید 97 این last nameش هست و در اینجا ایرور خورده به خاطر که ما میخوایم که کانستانت وریبلش چینج کنیم به خاطر و مشکل کنیم. پس ما اینی حالت ها نداریم، یعنی اجازه نداریم که کانستانت ما برش ولیوش چینج کنیم. و وقتی که کامنت کردم سیو میکنم حالی به هیچ مشکلی ما برنمیخوریم. خب در قسمت بعدی چی چیزایی را ما اجازه داریم که نام وریبل خود بدیم، چی چیزایی را اجازه نداریم. ما نمیتونیم که در بینش اینو واید اسپیس بگذاریم یعنی که فاصله بگذاریم. ما نمیتونیم که با توسط نمبر شروع کنیم نام وریبل خود مثلا این لاست نیم خود مثلا 7 لاست نیم بگذاریم. ما میتونیم که در آخرش یا در وسطش در اینجا کدام نمبر بدیم، هیچ مشکلی با وجود نمیآید. میتونیم در قسمت اول با دلار ساین شروع بکنیم یا با اندرسکور شروع کنیم، کدام مشکلی برای ما ایجاد نمیشه. این بود بعضی از راهایی که ما میتونستیم که نامگذاری بکنیم به وریبل خود و همچنان میتونیم که اگر نامهای مترکیبی است از کامل کیس استفاده کنیم. مثلا لاست الش خورد است اما نیم وقت شروع میشه اینش با حروف کلان باید شروع شد. خب میایم در قسمت بعدی. اینجا معمولا اوتپوت تایم است. ما با استفاده از اپراتورهایی که در خود ریاضی وجود داره یا ارتماتیک اپراتورها از اونها میتونیم در جاوا اسکریپت استفاده بکنیم. علامه پلاس، ضرب و تقسیم اینا همگیشون کاربرد داره در اینجا. خب اوتپوت از این لاین 31 کد لاین 31 ما چی هست؟ 6 همگی tam میگیم 6 درست است. 9 - 5 4 است درست است و علامه 2 ضرب 100 عدد 200 میشه و اگر که این تکست باشه این ارزشان پهلو با پهلو میره. ما نمیخوایم که روشن کنیم، ارزشان پهلو با پهلو میره. خب باز در اوتپوت براتون نشون میدم.
آوتپوت از این چی میشه؟ آوتپوت از این چون تکس است استرینگ است 2 پلاس 4 میه به این قسم میه. آوتپوت این قسمت چی میه؟ هر دوش استرینگ هستن و به حالت جمع شدن. آوتپوت از اینا چون هر دوش استرینگ است بالای هم میه 2 4 یعنی 24 میه. آن میرسیم به مرحله ای که میایم یک وریبل سی را معرفی میکنیم که عدد اولیه بر از در نظر گرفتیم 15 است. اگر سی را پرینت میکنیم ما در اینجا چند بر ما بکشه باید 15 بکشه. اگر در اینجا پلاس پلاس سی بگیریم این عدد 16 میشه یعنی یکی سرش اضافه میشه. اگر در اینجا سی پلاس پلاس میزنیم پس عدد 16 میشه چرا که این پست انکریمنت است و این پری انکریمنت است. پست انکریمنت اول دیسپلی میکنه پس از او با اضافه میکنه یعنی پس از او که منظوریم اینجا شما نتیجهش میتونید یعنی که در اینجا 17 میشه. پس از اینکه را دیسپلی کرد یکی اضافه کرد و این در این مرحله 17 میشه. خب این عدد ما چی میشه؟ 3 ما 17 است. 17 ضرب 100 700 میشه. این سینتکس از کجا آمده؟ این از اینجا آمده که i پلاس پلاس مساوی است با i جمع 1 i equals to i جمع 1 و i plus equal to 1 همگیشان مساوی است. اوکی این دوتا با هم دیگر مساوی است. و بعضی اوقات اگر میخواین که در اینجا کدام عملیه دیگر بانین هم میتونین که به جایش بذارین مثلا آیا ضرب بانین تقسیم بانین منفی بانین هم همگیشان کار میکنه و اینجا درست از همین سینتکس کار میشه. خب اپراتور بعدی ما شما ماریولر است یا ریمایندر 11 اگر که تقسیم 5 شود باقی ماندهش چند میشه؟ 1 میشه. اگر 11 تقسیم 3 شود باقی ماندهش چند میشه؟ حتما 2 میشه. 3 3 9 یعنی 10 11 تا باقی مانده. خب در اینجا بعضی از اساینمنت ها را اکوال ساین بر شما معرفی میکنم. اگر یکی یه اساینمنت است به این معنا که اگر اینجا ما شما استفاده کردیم طرف ولیوی طرف راست به طرف چپ اساین میشه یا در اونجا ذخیره میشه. اگر که از دو تا مساوی کار میگیریم به اینجا مثالش اینطوری است. ببینید کانسول دات لاگ میگیریم. مثلا عدد 5 مساوی هست با عدد 5 و این نتیجه ازی چی میبره؟ نتیجه ازی ترو میبره. این ولیو کمپریزن است. قبل از اینکه این را استرینگ به عدد تبدیل میکنه و پس از او این را با هم دیگر مقایسه میکنه که آیا این ولیوش و این ولیو مساوی است یا نه. پس این عدد ترو میبره. خب در حالت بعدیش اگر ما میخوایم واقعا دو تا عدد با هم دیگر مقایسه بکنیم باید از 3 تا کار بگیریم. درست؟ اگر ما میخوایم که بفهمیم که آیا 5 مساوی به 5 هست اینجا هم جوابش ترو میبره. در اینجا ولیو مقایسه میشه و در اینجا خود قیمت ها واقعا مقایسه میشه. خب در قسمت بعدی check the number 10 is odd or even. در اینجا ما از کندیشن ها کار میگیریم، از f کار میگیریم. let این نمبر ما مثلا باشه مساوی به عدد 10. حال چک میکنیم f آیا عدد تاق است یا عدد جفت است. چی وقت عدد تاق میشه؟ وقتی که این تقسیم 2 شود با کماندش 0 شود این عدد جفت میشه یا ایون میشه. اگر که این را عدد را تقسیم 2 بکنیم با کماندش غیر 0 برای این با چی میشه؟ عدد ای آد میشه یا هم عدد تاق میشه. پس ما میگیریم که let number با کمانده کار میگیریم ماریولر 2 مساوی شود به 0 ما برش دیسپلی میدیم. میگیم که کانسول دات لاگ بر ما شما بگویه که این نمبر اوکی بکتیک کار میگیرم. میگیم که وقتی که از بکتیک کار گرفتیم بعد از دلار کار بگیرم و اینجا براتون نمایش بکنم که همین نمبر ما is even. پس بکتیک خدا کلوز میکنم و در اینجا
برتون سمیکالن. خب در غیر این صورت ما میتونیم که از else کار بگیریم. else این چیز کپی میکنم من لیزی میتود و میگم نمبر است چی است در غیر صورت نامش آر است. اگر که ما را چک بکنیم برای ما میکشه اینجا آر 10 is even. اگر که ایره 11 بگیریم یا مثلا 17 بگیریم باید نتیجه حال چنج شود و باید که 17 is on. خب در اینجا همون نتیجه هایی بود که قبلا ما شما گرفته بودیم. کابل رسایی افغانستان in 2025 و کابل is the capital این با هم دیگر یک جای آمده و نتیجه دیگر هم میبینیم که فالس و محمود و اینا همگیش نتیجهش اینجا بر ما آمده. خب در قسمت بعدی ما بر ما میگه دیسپلی از 1 تا 20 با استفاده از فور لوپ بر ما دیسپلی. فور لوپ کار میگیریم میگه فور let عدد a باشه مثلا مساوی بر 1 سمیکالن و میگیم همین a ما تا زمانی که کوچک ما مساوی بر 20 باشه a ما چی شود؟ پلاس 20 شود. حالا برش کانسولش میکنیم لالا و در اینجا نشته میکنیم که a ما را بر ما دیسپلی سمیکالن میکنیم و حالا میبینیم که در اینجا تا 20 بر ما دیسپلی کرده است. یک شروع تا 20 در قسمت بعدی باز استفاده کرده using while loop display from 21 to 40. این بار ما میاییم از while loop کار میگیریم میگیم که let برای سینتکس چطوری است که باید let بگیریم b مساوی است با 21 while b ما کوچک و مساوی است عدد 40 میشه. برای کتایش باز میکنیم و اینجا برشون میگیم که console.log b ماشی را کپی داشته باشم میشه برایتون میشه و b را چی میکنیم؟ پلاس پلاس. ساختاری while loop است که اول initialize میکنیم بعد از مقایسهش میکنیم این کاندیشن پس از دیسپلیش میکنیم و پس از اینکریمنتش سیف کردگی و این را میکنیم که چک بکنیم میبینیم که از عدد 1 تا 20 فور ما کار گرفت از 21 تا 40 وایل ما. خب پس از اون ما شما اینجا یک سوال دیگه داریم که گفته از عدد 41 تا 60 با استفاده از دو وایل ایر دیسپلی. ببین ساختار دو وایل هم تقریبا شبیه وایل است. let c میگیرم مساوی به عدد 41 و در اینجا ما میگیم که دو console.log میگیریم باش console.log داشتیم اینجا عدد سی ما را console.log و سی را پلاس پلاس کو سمیکالن و در قسمت آخر چک کنم y دو y یعنی سی ما کوچک و مساوی باشه از چند؟ از عدد 60 در آخر هم سی و این حالی برای ما شما چیه میکنه؟ همی از 41 الی 60 برای ما شما پرنده. خب ببینید اینجا آمده و گفته که کنار بگه که
عدد سیر ما شما قبلا کار گرفتیم در بالا کدام جایی حتما. بله حتما کار گرفتیم با این سی مساوی 15 اینجا کار گرفتیم با اون خاطر داره باید به این زیاد وریبل دیگه کم نیست و سی وان بگیریم هیچ مشکل نیست. باید دوباره یک وریبل هم معرفی کردن نمیکنیم. خب سیوش میکنم و حالا وقتی که اینجا بیاییم میبینیم که داشت هستن برای ما شما اینجا دیسپلی. خب پس از او گفته declare an array containing weekdays، یک اری را معرفی بکنیم که weekdays را خود داشته باشه. بسیار آسانه. از let یا const کار میگیریم مشکل نیست. let weekdays مساوی باشه و square bracket ما از مونده کار میگیریم. ما اینو دیکلیر کردیم. حالا ما میتونیم که هر کدام از اینا رو کانسول لاگ بکنیم. مثلا ما میخوایم که روز اول هفته رو بکشیم، باید میشتم که ویک دیزی اسکوئر برکت زیرو میشتم میکنیم. اگر روز چهارم شو مثلا میخوایم بکشیم در اینجا نشته میکنیم ویک دیزی 5 روز چهارم هفته را برای ما شما روز چهارم اگر میخوایم از این ویک دیزی 3 باید کار بگیریم چون یکی کمتر است. در اینجا میبینیم که ماندی و ترسدی را برای ما شما دیسپلی کرد. use for loop to display all of them. خب ما از for loop کار میگیریم تا همگی از اینا را دیسپلی بکنیم. از for while do while از همگیش کار گرفته میتونیم. ما از for کار میکنیم. let مثلا d میگیریم مساوی باشه بر زیرو. d ما کوچک باشه از تعداد لنت تعداد روزهای هفته. تعداد روزهای هفته چند است؟ 7 است. کوچک و مساوی است 7 باشه و چی میکنیم؟ d پلاس پلاس. در یک قسمت ما کانسول دار لاگش میکنیم و کانسول دار لاگ میگیم که برای ما چی رو بکشن؟ همین ویک دی رو بکشن. ویک دیزی دی رو بکشن. بجای ازی که ویک دی زیرو بکشن بار اول زیرو میگیرن، بار دوم 1 میشه 2 میشه تا و هفته که بگیرن همه روزهای ما شما رو میکشن. خب یک مشکل اینجا وجود داره. هفته های میتونیم که شاملش بسازیم؟ نخیر، بخاطر اینکه از زیرو شروع میشه پس ما کوچکتر از هفته میگیرم، بهتر است مساوی نگیرم. اوکی، همگیشو بر ما شما کشیم. Monday, Tuesday, Monday, okay, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. کدام مشکل اینجا وجود داره؟ این طور باید کامل بکنم که ببینم مشکل در کجا هست. خب let d equals to 0 d less than 7 باشه d plus plus console dot log weekdays از این 1 2 3 4 5 روز گرفتیم به اون خاطر اند کنیم. Friday, Saturday و Sunday اینجا مونده به اون خاطر Saturday و این بود راست قسمت آخر است. حالا اگر ببینیم همه گی روزا Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday و Sunday را همه گی شده ما شما کشیدن دیگه. با او کالایی اصلا مشکل نمید و هم اگر باشه
هیچ مشکلی با هم دیگر نمیخوره. در این قسمت اگر ما میخوایم که کدام چیز از اینا را آپدیت بکنیم هم آپدیت کرده میکنیم. ببینید مثلا بعضی از روزهای هفته به فارسی میزنیم. شما میکنم میت بیسی زیرو را چنج میکنم، قیمت شده با فارسی نوشته شد. دوشنبه و در آخر سمیکالن میکنم، سیوش میکنم. حالا اگر شما ادیت دیسپلی کنید فکر کنید به چه شکل دوشنبه دیوزده اینا را اپدیت کنیم. یعنی این حالت است که ما میتونیم که ولیو های یک اری را اپدیت هم بکنیم. خب این بود از ریویو ما تا قسمت درس اری. بقیه ریویو را ما میگذاریم به درس بعدی.